انشالله قهرمانی جهان و مربیگری و راه استادم ادامه بدم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین همشهریای البته هم روستایی‌های عزیزم. به 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 ماشاءالله. آقای فامیلی شریف کوهبر هستم. کوهبر. اسم کوچی؟ مصطفی. آقا مصطفی کوهبر عزیز در روستای زیبای شلمزار وحیو. حالا گفتم شلمزار وحیو، حالا خیلی فرق خاص، آره فرق خاصی نداره، من میگم شلمزار، حالا شلمزار وحیو. و اینکه ماشاءالله به آقا مصطفی. آقا مصطفی خوش صداست، خواننده است داخل روستای شلمزار و قراره که برای ما بخونه. درسته؟ اولین کاری که برای ما میخونی چیه؟ شعر آماده کردم در مورد روستاست. در مورد در وصف خود روستا. آره. بعد حالا روستا دیگه کلا. روستا. آره. روستا حالا صرف فقط. آره. در مورد روستا، حالا هوای روستا و آب هوای روستا و کلی چیزای با صفا که دارم آخر کار. حالا حتما آقا بخون. الان این دور همیه الان میچسبه. مصطفی بخون مصطفی جان. به بخونم واقعا. قزاش خوردی یا نه؟ نه دیگه اونو چون من نذاشتم کسی ببره، ولی خب اینجا که همش واسه شما. امیر جان مشما فراموش نشه. این داخل مشما الله بفهم. گلپونه های وحشی دشت امیدم، وقت سحر شد خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد. من ماندم تنهای تنها. اگه اینو بگنم خوب میشه. من ماندم تنها میان سیل غم ها، حبیبم سیل غم ها. گلپونه ها نامهربانی آتشم زد. گلپونه ها بی همزبانی آتشم زد. گلپونه ها بی همزبانی آتشم زد. میخواهم اکنون تا سحرگاهان بخوانم، افسردم بیگانم آزرد جانم. گلپونه های وحشی دشت امیدم، وقت سحر شد خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد. من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غم ها. ماشاءالله. یه قزارت همین الان یه قزارت بخور. همین الان که صدا میگیری. نه خیلی خوبه، خیلی جاتون خالیه. آره دیگه همیشه هست. آره دیگه شما دیگه همیشه این چیزا میبینی، خیلی خوبه. البته منم به جایی که زندگی میکنم ما هم همینی دیگه، ما هم تقریبا داریم مثلا، ولی خب شکل و شمایل پختش فرق میکنه. همونجوری که شما گفتی شکل و شمایل پختش فرق میکنه. جان استفاده بیشتر رو شما میکنید. میگه ما میپزیم ولی استفاده بیشتر. من 2 دونه بیشتر نخوردم که گفتم یه مشما بزن ببره. تو تلویزیون اونجا خب میارن دیگه، من مجبورم به خاطر اینکه آره این حس رو میخوام انتقال بدم. یعنی آفرین. آره ممنونم که درکم میکنن، چون من بعد این حس رو بتونم به بیننده انتقال بدم که چقدر خوشمزه است. ولی این واقعا خوشمزه بود. خانم واقعا ممنونم. خانم آقا سید سید خیلی از من ممنونی نه؟ خیلی از من ممنونی تو. خب خیلی ممنونم خانم بزرگوار، قهرمانمون در
روستای شلمزار و آقا مصطفی نازنین که فکر کنم دوباره باز هم در کنارش باشیم. اما دیگه یواش یواش میخوایم بریم سراغ بخش پایان